در حالی که تنش‌های لفظی این روزها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی بالا گرفته و احتمال‌ها بر حمله نظامی ایالات متحده به خاک ایران محتمل به نظر می‌رسد، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با نشر پیامی در صفحه ایکسش در پیوند به سخنان دونالد ترامپ درباره تغییر حکومت در این کشور گفته که تعرض به رهبر مذهبی جمهوری اسلامی به معنای جنگ تمام عیار در برابر شهروندان ایران تلقی می شود. او چالش‌های حاکم در این کشور را ناشی از وضع تحریم‌ها و آنچه او دشمنی دیرینه و غیر انسانی امریکا توصیف کرده دانسته است. سختی و تنگنایی که در زندگی مردم عزیز ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریم‌های غیر انسانی دولت آمریکا و همپیمانان اوست. تعرض بر رهبری معظم کشورمان به منزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است. اما این تنش‌ها به اینجا خلاصه نمی شود. به تازگی لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه مجلس سنای امریکا، در سخنان تازه دعوت شدن عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نشست اقتصادی شهر داوس کشور سوئیس را به باد انتقاد گرفته و آن را به مثابه دعوت شدن آدولف هیتلر به آلمان تشبیه کرده است. من واقعا درک نمی کنم مسئولان این برنامه ها به چه فکر می کنند. دعوت از وزیر خارجه ایران به داووس بدترین پیام است که می شود به معترضان داد. کاری که دونالد ترامپ کرد و مردم را به ادامه اعتراض تشویق کرد موضوع درست بود. چنین دعوت امروز از نظر اخلاقی چیز کم از دعوت هیتلر به یک رویداد جهانی پس از قتل عام یهودیان نیست. در جنگ نرم دشمن سعیش به این است که ملت رو افسرده کنه، ناامید کنه. در سوی دیگر اما رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر حمایت از علی خامنه ای تاکید کرده و تصریح کرده که به بهای خون خود از او دفاع خواهد کرد. شما با این مدال آوریتون خامنه‌ای عزیز نه تنها رهبر و مقتدا که جان ملت ایران است و آزادی خواهان جهان ایشان را صدای بلند و پیشوای مقاومت مستضعفین عالم در برابر مستکبران فاسدی همچون رئیس جمهور آمریکا و سران رژیم صهیونیستی می‌دانند. به خون برادران شهیدمان قسم می‌خوریم که تا پای جان حامی و جان فدای این کشور عظیم، این مردم فهیم و این رهبر حکیم هستیم. مستکبران عالم بدانند که امروز ملت ایران که حماسه 22 دی را آفرید و صدها هزار شهید در راه حفاظت از این انقلاب تقدیم کرده است، یک پارچه فریاد میزنند خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. همزمان با این روزنامه اورشلیم پست گزارش داده که ایالات متحده حضور نظامی و استقرار جنگ نهایی F-15 اش را در خاورمیانه افزایش داده است. گفتنی است که ایالات متحده نیروهای نظامی اش را از خاک فدرال عراق خارج کرده، اقدامی که به باور آگاهان خطر حمله نظامی به ایران را افزایش می‌دهد. پیش از این دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه پولیتیکو گفته بود که اکنون زمان آن رسیده تا به تغییر حکومت در ایران فکر کرد، اما سرانجام این تنش‌ها به کجا خواهد رسید و برگ برنده به سوی کدام کشور بالا خواهد رفت؟ پرسشی است که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.